میسوزه. وای اگر دنیا دروزه بگاه دلین دون بسوزه. امروز 19/1402 منطقه ارمن زیر سونک میخوایم چای آتشی درست کنیم، کباب خمونی، گوشت گوسفند، قیلون هم داریم، گوجه، خیار، نون. میخوایم برکو بزنیم. برکو نان محلی هست ولی تپل است. میخوایم برکو بزنیم برای شاممون. امشب همینجا وایسیم کنار رودخانه ببینیم خدا چی میخواد. تشت محکم بلاس کنیم، یعنی شعری بلاس کنیم. به 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 به. الان بریم سراغ قیلیان. یه قیلیان چاق کنیم تو منطقه سونک، بوجهر، ارمن. بابا بیا اینجا نگاه کن. قیلیان چاق کنیم. این قیلیان دیگه لازم به زرورق نداره. بعد تنباکوهاشو توش به دو جا تقسیم میکنیم تنباکوهاشو. خب دیگه زرورق نمیخواد، زغال میذاریم تو این، میذاریمش رو این دیگه. اینم هواکششه. اینجا هم مشاهده کن سوپاب داره، نه میسوزه نه جلو میزنه. قیلیان خوبی در میاد. انشالله که همیشه موفق باشه.